مجموعه حرف‌ها، تهدیدات در مورد حمله مجدد اسرائیل به ایران به نظر من تا حد زیاد خیلی زیادی کاهش پیدا کرده و لحظه‌ها یه جوری اساسا حتی اسرائیل مقامات ارشد اسرائیلی طوری حرف میزنن که انگار اصلا قصد حمله ندارن، به صراحت میگن، در حالی که در تهران این دفعه برعکس، این دفعه فکر کنم خیلی جدیه و هست کسایی که فکر کنن حمله دوم گزینه ناپذیره. شما به نظرتون آیا احتمال حمله دوم اسرائیل به ایران بدون اینکه ایران بخواد بمب بسازه، یعنی اونها رو بزنیم که وجود داره؟ اسرائیل احتمال جنگ براش وجود داره و حتما باید جنگ رو بکنه، به خاطر اینکه برنامه‌های جنگ 12 روزش ناتمام ماند. از سوی دیگر خطر اتمی شدن رژیم ایران خنثی نشده، برطرف نشده. همین علی شمخانی گفت من اگر وزیر دفاع بشم بمب اتمی رو خواهم ساخت. خود نمایندگان مجلس حکومت ایران میگویند که بعضیاشون البته که ما باید به سوی بمب هسته‌ای پیش بریم. بنابراین اگر که زمان بگذره و حکومت ایران بتونه خودش رو قوی بکنه و نقاط ضعفش رو برطرف بکنه و دوباره به سوی اتمی شدن به روی بیاره، اسرائیل ناچار خواهد بود که دوباره به رژیم ایران حمله بکنه. و مهمتر از همه، اسرائیل نمیگوید ولی به خوبی احساس میشه که هدف نهاییش تغییر رژیم در ایرانه و امید داشت که در جنگ 12 روزه به این هدف برسه و نرسید، به خاطر اینکه جنگ ناتمام ماند. این است که حتی برای برانداختن رژیم هم اسرائیل به دنبال فرصت مناسبی هست که بیاید و جنگ تازه‌ای رو به راه بیاندازد.